جدایی حسین کنعانی احتمالش هست آخر فصل؟ همین چند روز پیش با ما صحبت کرد. برای چی؟ گفت که قرار شد سلامتی. بیاد برای قرارداد. گفت من میرم سفر رو میام. کدوم سفر؟ همین چند روز تعطیل دیگه نبودن بازیکن‌ها. بعد از اینکه برگرده صحبت بله. می‌کنه. مشکلی نکته‌ای نخیر. انگار توی رختکن هم یه داستانی پیش اومده بود. نیا کن همه شما کجا سراغ داری که یه بازیکن مثلا یه تلنگری خورده باشه، یه با هم دیگه یه صحبتی رد و بدل کرده باشن بولد بشه. حالا اومد و مثلا یه تنه یکی به یکی خورد، یه پاش به پای یکی خورد، یه حرفی رد و بدل شد. این همه تو رختکنا بزن میشه، صدا چیزی در نمیاد. ولی چقدر دنبال این هستن که یک اختلافی درست کنن. من از هر کی میپرسم، از خود اون بازیکنایی هم که صحبتیون ازشون پرسیدم گفتن نه اصلا بحثی نبود. از کاپیتان تیم پرسیدم، از بزرگ تیم پرسیدم، از مدیر تیم پرسیدم، گفتن نه. ولی میگم آرامش رو به پرسپولیس نیا کن. یه موقعی بود پرسپولیس پول نداشت، یادت چقدر پیرن عثمان میشد که آقا سیب زمینی دادن اونم خیار، یه چیز از این چیزا. حالا اون لغتش حالا دنبالش الان میگم، فرض میگن نه تخم مرغ بود خیار نبود. مثلا چقدر اینو بولد میکردن، چقدر عکس این چیزا تو فضای مجازی میذاشتن، چقدر تیم در سنوات گذشته قبل از اینکه من بیام اعتصاب بود به خاطر این پول نگرفتن. حتی یکی دو بار دوره منم اعتصاب بود چون پول نگرفتن. الان همه اعتراض میگن آقا چرا اینقدر پول گرفتن اینا، هیچ باشگاهی اینقدر نه، با این تیم‌های صنعتی فلان. بازم تشکر میکنن کنسرسیوم بانکی.